میخوام در مورد نیروی قدرتمند امید با شما صحبت بکنیم. امید داشتن فقط مثبت اندیشی و مثبت فکر کردن نسبت به زندگی نیست. امید تأثیر انگیزشی قوی داره که منجر میشه به اون که ما تلاش بیشتر بکنیم و نهایتاً به موفقیت برسیم. زمانی که مفهومی درست از امیدواری داشته باشیم، ذهن ما فعالانه درگیر میشه و ما رو در مسیر موفقیت و اون چه که لازم هست میرسونه. به عنوان مثال در تحقیقاتی که در دانشگاه‌های مختلف انجام شده، دانشجویانی که امید به زندگی بیشتری دارن در تحصیلشون موفق‌تر عمل میکنند و دانشجویانی که امید به زندگیشون پایین‌تر هست حتی در گرفتن نمره‌ها دچار مشکل هستند. فلیپ ماگاتا و جی اولیور در تحقیقاتی پی بردن که عنصر امید قوی‌تر از مثبت اندیشی و همچنین قوی‌تر از تقویت خودپندار عمل میکنه. اصلا امید ریشه تمام این عناصر هست و در کل میشه گفت که مثبت اندیشی و همچنین عزت نفس و همه اینها رو در درون خودش جا داده. اما سوال این هست که ما چه استراتژی داشته باشیم برای اینکه بتونیم این امید رو در دلمون و در ذهنمون زنده نگه داریم. در راه رسیدن به موفقیت و یک زندگی رضایت بخش نباید بر حال ما مدام یه گوشه بنشینیم و بگیم که هیچ مشکلی وجود نداره. اساساً امید داشتن به معنای انکار مشکل نیست، بلکه مشکل رو که وجود داشت ما میتونیم تلاش کنیم برای اینکه بتونیم اون رو حل بکنیم و امید یعنی باور به اینکه بالاخره یک راه چاره‌ای وجود داره. خب راهکارهای مناسبی که ما برای کنترل استرس در پست‌های قبلی در موردش صحبت کردیم به یک شیوهی کمک میکنه به بحث امید. اینکه بحث مدیتیشن هست، تنفس عمیق بود، قدم زدن، ورزش‌های مختلف، همه اینها که منجر به این میشه که ما حال خوب داشته باشیم، قطعاً منجر به این خواهد بود که امیدوارتر باشیم نسبت به زندگی. اما مهمترین عامل در بحث امید و امیدواری و امید به زندگی میشه گفت که معاشرت‌های ما و ارتباطاتی که با دیگران داریم و سعی بکنیم در این ارتباطاتمون با افرادی که مثبت اندیش هستن، انرژی مثبت به ما میدن و امیدوار هستن، اگر بیشتر معاشرت بکنیم این بحث امیدواری در ما هم تقویت خواهد شد. کی گفت که آن زنده جاوید بمرد؟ کی گفت که آفتاب امید بمرد؟ آن دشمن خورشید برآمد بر بام، دو دیده ببست و گفت خورشید بمرد. خب بعضی از آدما فقط در حال انکارن، در حال حتی خورشید رو انکار میکنن و حتی در اشعار پارسی هم، در اشعار مولانا که یک انسان امیدواری است و در اشعارش میشه گفت که در تار و پود اشعار مولانا رشته های طلایی بسیار زیاد و ناگسستنی از امید داریم که به ما میگه که امیدوار باشیم، به ما میگه که کوی و راه و مسیر نومیدی رو در پیش نگیریم. فلذا میخوام این رو بگم که در اصل امید یعنی بقا، امید یعنی باور به این که ما میتونیم بر حال موفق بشیم، باور به این که بالاخره یک راه چاره‌ای هست و امروزه دنیا بیشتر از هر زمان دیگری نیاز به امید داره. عملا نمیتوان در حال زندگی کرد، لذت برد و شاد بود مادامی که در این پیوستار زمان حال ما در هر حال گذشته گره خورده، گذشته‌ای که پر از حسرته یا به آینده‌ای که پر از ترس و مبهم هست. بنابراین تنها راه چاره و منجی اینجا میتونه امید باشه و اون امید به زندگی هست که باید اون رو بتونیم تقویت بکنیم. و نهایتاً این که آرزو دارم و امید این که آفتاب امید در دلتون و در ذهنتون درخشانتر و درخشانتر باشه. بدرود.